خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله ثم اما بعد. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 394 امام نووی در زیر حدیث 393 در زیر حدیث 393 این حدیث را آورده است که میگوید و عن اسامه بن زید رضی الله عنهما قال، و از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است که گفت بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الحرقه من جهینه، میگوید که فرستاد ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اهل حرقه از جهینه، از قبیله جهینه. فصبحنا القوم على میاههم، پس صبحنا یعنی در وقت صبح هجوم کردیم قوم را، علی میاههم یعنی در محل آبگیریشان، میاههم یعنی در محل آبگیریشان، در صبح در سحری بر وقتی هجومشون کردیم. ولحقت انا و رجل من الانصار رجلا منهم، ولحقت یعنی وا خوردم من و مردی از انصاری، مردی از اونها را، مردی از اون قبیله قتی میگه وا خوردیم. فلما غشیناه قال، پس زمانی که غشیناه یعنی که ما دست پیدا کردیم بالای اون، یعنی که ما رو در زیر تصرف ما گرفتیم که هیچی نداره، بگیم سطل او در دستش هست یا که خلاص هیچی نداره در دستش، ما شمشیر رو در دست پتیار. قال، پس میگه گفتون دیگه او یکون چیز دیفا میکردگی ندارد، یکون چیز میزدگی ندارد، خلاص همین زمان در میگه گفت که لا اله الا الله، و دید که دو مسلمان در برای سرش هست، گفت لا اله الا الله. فکف عنه الانصاری، پس میگه خودداری کرد از وی انصاری، دست برداشت از کشتنش، یعنی انصاری و دو لا اله الا الله گفت که خلاص نکشتش، خفای استاد. و طعنته برمحی حتی قتلته، بعد میگه من زدم وی رو به نیزم تا اینکه کشتمش. دیگه میگه خلاص الله اکبر، من در بالای سرتم خلاص بره، میگه زدمش زی نیزه قتی و کشتمش. فلما قدمنا المدینه، پس زمانی که آمدیم میگه مدینه، بلغ ذلك النبی صلی الله علیه و سلم فقال لی، رسید میگه همین چیز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس میگه مرا گفت پیغمبر، یعنی قصه همین واقعه به پیغمبر رسید، پس میگه پیغمبر برای ما گفت که یا اسامه تو اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله، میگه ای اسامه آیا تو کشتی وی رو بعد از اونه که او لا اله الا الله گفت، بعد کلمه عرضه کردنش تو کشتیشه؟ قلت یا رسول الله انما کان متعوذا، میگه گفتم که رسول الله انما کان متعوذا، هر اینا میگه پناه جوینده بود، یعنی که پناه طلب کرد به این کلمه، در پشت این کلمه بجا شد و میخواست که ما او را نکشیم، یعنی گفتنیه که یعنی ای طرزی گفت گفته، یعنی چی او ایمان نیاورد. فقال، باز میگه پیغمبر تکرار کرد که اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله، یعنی آیا تو کشتی وی رو بعد از اونه که لا اله الا الله گفت؟ قال فما زال یکررها، گفت میگه همین اسامه ابن زید میگه گفت فما زال یکررها، پس یعنی که همیشه دائمی تکرارش میکرد، علیه یعنی برای من همین سخن رو تکرار میکرد که اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، به اندازه اشد میگه تمنیت یعنی تمنا کردم، آرزو کردم که من مسلمان نمیشدم پیش از این، یعنی که کاش که امروز مثلا تا این زمان مسلمان نمیشدم، یعنی که همینقدر پیغمبر در غضب اومد، همینقدر پیغمبر با تکرارا این سخن گفتن میگرفت، میگه تمنا کردم که پیش از این مسلمان نمیشدم. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقال لا اله الا الله و قتلته، میگه آیا گفت لا اله الا الله و تو کشتیشه، یعنی اون مرد لا اله الا الله گفت با تو کشتیش؟ قلت یا رسول الله، اسامه بن زید میگه گفتم که رسول الله انما قالها خوفا من السلاح،
هر آینه گفت لا اله الا الله را از روی ترسی که از سلاح داشت، اینه که از ترس که نکشم گفته میگه لا اله الا الله گفت. قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که افلا شققت عن قلبه حتی تعلم اقاله ام لا. افلا شققت، آیا نکشادی تو عن قلبی یعنی قلبش رو، دلش رو نکشادی حتی تعلم اقاله ام لا، تا اینکه بدانی آیا گفته است یا نه. یعنی که میگوی که از ترس گفت، پس دلش نکشاده که ببینی که از ترس بود یا که نه. فما زال یکررها، پس پیغمبر همین چیز تکرار میکرد حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، تا اینکه تمنا کردم که کاش که همین روز مسلمان میشدم. یعنی که زیر غضب و ملامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی افتیدم. خب این حدیث 393. حدیث 394 وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين. از جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد گروه را از گروهی از مسلمان ها را الى قوم من المشرکین، به گروهی از مشرکا، یعنی نزد مشرکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک گروهی از مسلمان ها را فرستاد. و انهم ملتقوا و هر اونها با اون قوم روپرو شدند. وقتی که این قومی پیغمبر روی کرد با اون قومی که مشرک بودن روپرو شدند. فکان رجل من المشرکین اذا شاء ان یقصد الى رجل من المسلمین قصد له فقتله. پس بود مرد از مشرکین هر گاهی که هر گاهی که میخواست رو بیارد، هر گاهی که میخواست رو بیارد به مرد از مسلمان ها، قصد له یعنی که تصمیم میگرفت، فقط له پس قتلش میکرد. یعنی که هر مسلمانی که میخواست که اون را بکشد، اون مسلمان را به قتل میرسد. و ان رجلا من المسلمین قصد غفلته، و هر اون میگه مرد از مسلمان ها قصد غفلته، یعنی تصمیم گرفت غفلت یعنی غافل گیر کردنش را، یعنی غافل گیرش کند. یک مسلمان تصمیم گرفت که همون مرد را غافل گیر کنه، زیرا که اون مرد چند مسلمان رو کشت. و كنا نتحدث انه اسامه بن زید، و بوده میگم ما میگفتیم که اسامه بن زید است، یعنی همین مردی که می کار کرد، مسلمانی که قصد کرد که غافل گیر کرده او را بکشد، همین کی بود؟ اسامه بن زید. فلما رفع علیه السیف، پس زمانی که برداشت، یعنی غافل گیر کرده تمونستش بالای سرش رفت، وقتی که کارد را برداشت، رفع علیه سیف در بالای سرش بگیم کارد که برداشت، قاله میگه اون مرد گفت، اما مشرک لا اله الا الله، دیگر راه نداشت، دیگر میجنبید میزدش، بعد دیگر گفت لا اله الا الله فقتله، پس کشتش. میگم فجاء البشیر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فسأله، پس آمد بشیر یعنی مجدرسان و خبررسان به نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فسأله پس پرسید وی رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و اخبره و همین بشیر همین خبررسان خبر رسون به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حتی اخبره خبر رجل کیف صنع، تا اینکه خبر داد خبر همون مرد را چطور انجام داد. همین مردی که اون کافر را کشت، اسامه بن زید، همین اسامه بن زید خبر شد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسوند. فدعاه فسأله، پس فریاد کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین مرد را، یعنی اسامه بن زید را، فسأله پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسید اسامه بن زید را. فقال پس پیغمبر گفت لما قتلته، یعنی چرا کشتیش، برای چی کشتیش؟ قال یا رسول الله اوجع فی المسلمین، گفت که ای رسول الله، اوجع یعنی که درد داد مسلمان ها را، اوجع به معنای وجع یعنی درد دادن، اما در اینجا یعنی که به تلفات زیاد رسان، یا که تلفات زیاد رسان به مسلمان ها. فهمو؟ اوجع یعنی تلفات زیاد رسانید، تلفات زیاد وارد کرد فی المسلمین در بین مسلمان ها، که به مسلمان ها. و قتل فلانا و فلانا، میگه گفت این مشرک فلانی فلانی را کشت. و سمى له نفرا، و نام برد
اسامه بن زید برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرایی را اما کسانی را که همین مشرک کشته بود چون و اینی حملت علیه و گفت هر آینه من حمله کردم بالای همین مشرکی که مسلمان ها را میکشت. فلما را السیف، پس زمانی که دید کارد را، قال گفت لا اله الا الله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتلته؟ باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرار کرد که آیا کشتیش تو وی را؟ قال نعم. اسامه بن زید میگه گفت که بله، یا همون مرد میگه گفت که بله. فكيف تصنع بلا اله، قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فكيف تصنع بلا اله الا الله، پس چیکار میکنی گفت تو بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامت، زمانی که بیاید روز قیامت. وقتی روز قیامت که شد لا اله الا الله شهادتی بگیم ایمان اون انسان بیاید نزد تو، شهادتی بتید، پس تو چیکار میکنی؟ قال یا رسول الله استغفر لی. اون مرد میگه گفت که ای رسول الله طلب مغفرت کن برای من، طلب مغفرت کن. قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که کی و کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامت، و چیکار میکنی بلا اله الا الله وقتی بیاید روز قیامت؟ روز قیامت بالا لا اله الا الله دعوا کند، پس تو چیکار میکنی؟ قال پس میگه گفت فجعل لا يزيد على ان يقول، پس شروع کرد زیاد نمیکرد بر گفتنی کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر چیزی که میگفت این مرد یا اسامه بن زید، پیغمبر فقط یک گپ تکرار میکرد کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه. یعنی که چقدر گفتن این کلمه بزرگ است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسامه ابن زید رو، همون مردی که این کار انجام داد، چقدر سرزنشش کرد، چقدر عتابش کرد. فهمو که تو لا اله الا الله چیکار میکنی در روز قیامت؟ چیکار؟ یعنی که دولت بچه میکنن، ما به ظاهر حکم میکنیم. برای خود تکفیری خبیث است که مثلا میگه اون فلان کارکرد یعنی که حلالش میدوند، اون کارکرد خلاص که اون مقصدش فلان است، گفت بگیم یا چی میبرد و حکم میکند و تکفیر میکند. نه، ما به ظاهر حکم میکنیم. ظاهرش در اسلام است، اسلام است. وقتی در ظاهرش کفر دیدیم کافرش میگیم، در ظاهرش کفر ندیدیم در باطنش باشد سرایرش با کی است؟ با الله سبحانه و تعالی. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. حدیث 394 وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال، از عبدالله بن عتبه بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول، شنیدم عمر بن خطاب رضی الله عنه را که میگوید که ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه گفت هر اینا مردم بودن یؤخذون، یعنی مؤاخذه کرده میشدن، یعنی عذاب داده میشدن یا حکم کرده میشدن بالوحی، با طریقه وحی. یعنی وحی می اومد که فلان انسان فلان بگیم جرم کرد یا که حکمش فلان است. فی عهد رسول الله، این در زمانی کی بود با وحی حکم کرده؟ میگه در زمانی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان الوحی قد انقطع، میگه که هر آینه وحی، عمر ابن خطاب میگه گفت که هر آینه وحی قطع شد، وحی خلاص دیگر وحی نازل نمیشود. و انما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، و هر آینه ناخذكم یعنی شما را مؤاخذه میکنیم ما، الان حال حاضر یعنی بعد از وحی، بما ظهر لنا من اعمالكم، با آنچه که آشکار شد از برای ما از عملهایتون. یعنی ما به ظاهرتون حکم میکنیم، در ظاهرتون هر چی را دیدیم با همون حکم میکنیم. فمن اظهر لنا خیرا، پس هر کسی که آشکار کند برای ما خیر را، ایمان را و صلاح بودن و خوبی و این را آشکار کند، امیناه و قربناه، ما اون را امیناه یعنی امن میتیم شان. بیاید یک کس بگید که من مسلمان شدم از کافرها گریختم و آمدم، خلاص ما اون را امن میتیم. و قربناه، ما با اون نزدیکی میکنیم، ما با اون نزدیک میشیم، یعنی برادرش میدونیم و مسلمانش میدونیم. ولیس لنا من سریرته شیء، و نیست برای ما از سریره اون چیزی، یعنی از باطن اون ما دیگه یگان حق در باطن اون نداریم، یعنی که ما از باطنش خبر نداریم.
الله یحاسبه فی سریرته، الله سبحانه و تعالی است که حسابش میکند به سریرش، یعنی که به باطنش. از قلب اون الله بخبر است. و من اظهر لنا سوءا، و هر کسی که آشکار کند برای ما سوء را، بدی را، یک کس مثلا آمد در ظاهرش ما بدی دیدیم، لم نأمنه، ما او را امن نمیتیم. در ظاهرش ما دیدیم که مثلا ظاهرش در اسلام دیده نمیشود، فهمو، ما او را امن نمیتیم. ولم نصدقه، و قبولش هم نمیکنیم، و تصدیقش هم نمیکنیم، قبولش نمیکنیم. و این قال، و اگر بگوید این سریرته حسنتون، هر این سریره اون باطن اون حسن است. اگر هر چند خود بگه بچه دل ما پاک است، دل ما تازه است، بگویدم اگر ما در ظاهرش اگر سوء را دیدیم، بدی را دیدیم، ما او را امن نمیتیم و ما او را قبول نمیکنیم. رواه البخاری، این حدیث امام بخاری روایت کرده است. یعنی این هم همچنین دلیل برای اینه که ما به ظاهر حکم میکنیم، و ظاهر حکم میکنیم و باطنش رو به الله تبارک و تعالی میسپاریم، در باطنش چیزی هست. انشاءالله به همین این بابم با آخر رسید، باب نو، باب الخوفی. اینش انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.